یاسی‌ام و به فشن با یاسی خوش اومدید. همونجوری که تیتر زده بودم این اولین جلسه استایلینگمونه. خوبه که قبل از شروع این جلسه یک توضیحاتی راجع به این سبک ویدیوها بگم. من معلم نیستم ولی دانش آموخته طراحی لباسم و داخل کانالم قصد دارم به غیر از اخبار و کلا اطلاعات مد و فشنی یک دوره جامع طراحی لباس رو به صورت رایگان قرار بدم. برای کسایی که به طراحی لباس علاقه دارن ولی متاسفانه به هر دلیلی با هر شرایطی نمیتونن داخل مؤسسات طراحی لباسی که آموزش میدن شرکت کنن و داخل این دوره که چند سرفصل داره و یکی از سرفصلاش هم همین استایلینگه 0 تا 100 رو آموزش بدم. حالا امیدوارم که بتونم یه ویدیو بگیرم و سرفصل‌ها رو براتون توضیح بدم که چه چیزایی قراره یاد بگیرید و امیدوارم در کنار هم این دوره رو باشیم برای کسایی که دوست دارن. امیدوارم که براتون مفید باشه. بریم برای درس امروزمون. میخوام جلسه امروز رو با پرسیدن یک سوال شروع کنم. کلمه‌ای که این روزا خیلی وایرال میشه ترند یا یکم فارسی تر ترند. این کلمه به معنای چیه؟ چه فرقی با مد داره؟ ترند به معنای فراگیر شدن و رواج پیدا کردن یک چیزه. یکی از زیرشاخه‌های فشنه و فرقی که با مد داره ترند یه چیز کوتاهه ولی مد یه چیز طولانی تر از ترنده و کلا اول یک سری مسائل ترند میشه و بعد که از نظر دیدگاه جامعه با اون اخت پیدا کردن و بیشتر داخل جامعه فراگیر شد و به قولی مردم تونستن خودشونو با اون سبک یا با اون ترند وقف بدن به مد تبدیل میشه. نمونهش کیف تلقی. اول اصلا کسی میدید میگفت این چیه؟ مثلا اگه تو داخلش یه چیزی بذاری که همه چیزش معلومه چه به درد میخوره، ولی الان یه جوری مد شده که از اون داخل کفش، کیف و حتی چیزای دیگه هم استفاده میکنن. خلاص این توضیحاتی بود که میخواستم بین فرق مد و ترند و اینا رو داشته باشیم، ولی جریان اصلی که میخوایم امروز راجبش حرف بزنیم جریان یوتیلیتیه. یه توضیحات مختصری اول راجع به یه قضیه میدم تا به این جریان یوتیلیتی برسیم. بعد از جنگ جهانی اول توی قرن 19 بعد از انقلاب صنعتی، کلا قبل از انقلاب صنعتی اینجوری بوده که اصلا ما کارخونه نداشتیم. در پی کارخونه نبودن اصلا فروشگاهی وجود نداشت. توی اون دوره لباسا کلا سفارشی بودن. مثلا داخل خانواده اگه یه لباسی برای پدر یا مادر اون خانواده دیگه مثلا پاره بوده یا حداقل اگه وصلش میکردن باز تن اونا نمیرفته، از همون پارچه کهنه برای بچه‌هاشون استفاده میکردن و کلا قدرت پوشاک و تنوع اون موقع کم بوده. ولی بعد از انقلاب صنعتی اصلی ترین موضوع خب به وجود اومدن فروشگاه بوده و در پی اون چرخ خیاطی خونگی که میتونسته هر خانواده داشته باشه و الگوهایی که چاپ میکردن و در اختیار مردم میذاشتن و در واقع به این پدیده انقلاب صنعتی گفته میشد که یه انقلاب واقعا صنعتی در لحاظ کارخونه ها، پوشاک و همه اینا رخ میده. انقلاب صنعتی خب توی جنگ جهانی اول بود، ولی بعد از جنگ جهانی دوم تو سال 1940 به بعد به خاطر شرایط اقتصادی خیلی سخت کشورهای مثل فرانسه و انگلیس که توی مضیقه مالی قرار گرفته بودن، دولت یک سری محدودیت‌ها مشخص کرد. مثلا هر فرد یا هر خانوار باید از تعداد مشخصی لباس استفاده کنه و کلا یه تعداد مثلا مشخصی لباس به هر خانوار میدادن. و دوم این که چون اون کشورها توی مضیقه بودن پارچه به اون صورت نبوده و 2 موضوع داره این قضیه. یکی این که لباسایی که به کار میرفتن از پارچه‌های خیلی خوبی درست شده بود چون میخواستن اون لباسا دیرتر خراب بشن و در واقع نیاز مردم رو به اون لباس جدید کمتر کنن، پس باید کیفیت لباس رو میبردن بالا. ولی مشکل دوم این بود که از پارچه مرغوب کمتری باید استفاده میکردن و این قضیه باعث کوتاه‌تر شدن لباسا برای زنان شد. حالا میتونیم بگیم که سبک لباسا باز تغییر کرده بود ولی به خاطر مضیقه مالی بود. و دوم این که از پارچه باید بهینه استفاده میشد، جیب و این پنس و از این چیزایی که تزیینی بکنیم مثلا بگیم لباسو قشنگ کنیم نداریم. ما تو مضیقه ایم اصلا، یعنی جیب و اینا به تعداد محدود یا اصلا وجود نداشت. و کلا از سال 1920 تا 1960 به دوران کلاسیک معروفه
شاید در جریان باشید که استایل کلاسیک استایل خیلی شیک و در عین حال ساده است که از لوازم اکسسوری‌های خیلی خیلی کم یا اصلا کلا استفاده نمیشه و کلا در اون مضیقه مالی که واسه کشورها پیش اومده بود تعجبی هم نداره که استایلا به سمت کلاسیک کشیده بشه. ولی چیزی که توی اون دوره زمانی اتفاق افتاده این که اون زنای کت و دامنی به یک استقلال فوق‌العاده‌ای رسیده بودن. چرا؟ کلا مردا یا میرفتن جنگ یا اگه برمیگشتن خود دیگه مرد اول نمیشدن. اینا فکر کن هم باید کار یک مرد رو میکردن خانم‌های اون زمان و هم کار یک زن، هم مثلا هم باید از بچه‌ها نگهداری میکردن، هم وظیفه یک پدر رو به جا می آوردن و تو اون دوره زمانی زن‌ها به یک استقلال خیلی خیلی زیادی رسیده بودن. و مهمتر از همه این که فکر کن زن‌ها دیگه اصلا دغدغه‌ای به نام لباس نداشتن. لباس‌ها همه یک شکل شده بود، مثل یونیفرم مدرسه، یه کت، یه دامن، همون تعداد جیب، همون تعداد دکمه، هیچ نوع خاصی نداشت. و فکر کن توی اون زمان زن‌ها دیگه از اصلی ترین دغدغه خودشون این که چی بپوشم و کلا اصلا زنای اون دوران دیگه زن نبودن، دقیقاً مرد شده بودن و هیچ غریزه زنانه این که به خودشون برسن، دیدگاه‌های زنانه که لباسم با شخص دیگه ای فرق کنه و از کجا خرید کنیم و خودتون بهتر در جریانه، دیگه همچین چیزایی وجود نداشت. لباس همه همین بود، میخوای یا نمیخوای. نکته اصلی اینجاست که توی اون برهه زمانی به دیور، بله کریستیان دیور که خالق برند معروف دیور است، پر و بال بدن از سوی سیاستمدارا. چرا حالا؟ فکرشو بکن، زن از یک عروسک جنسی تبدیل بشه به یک زن مستقل و قدرتمند. این اصلا زن دلخواه یک مرد نیست. میدونید دیگه، مستقل نباشه، حرف مردش بالا باشه و در واقع مطیع باشه. خلاصه تو اون برهه زمانی بود که به دیور رو دیگه لباساش پر و بال دادن و اصلا جوری بود که خود کسایی هم که در واقع اون مضیقه مالی داخل کشور حکم فرما کرده بودن هم با دیور مخالف بودن، چون دقیقاً دیور سبکی که داشت با اوضاع جامعه یکی نبود. هر جوری که میتونست از پارچه استفاده میکرد، پارچه ها خیلی پف شده بودن، خیلی طرحهای مختلف، بی رویه بدون صرفه جویی از پارچه استفاده میکرد تو انواع لباس ها، دامن بلند، پفدار، کلی چین. کریستیان دیور تو اون دوره زمانی هم خواهان داشت و هم به قول خودمون هیتر. و حتی کوکو شنل که برند هم دوره دیور بوده از دیور نقد کرده و گفته این طرحایی که تو داری میزنی اصلا برای یک زن مناسب نیست، چون کلا طرحایی که دیور میزد میخواست زن رو به همون شخصیت زن برسونه، یعنی مثلا کمر باریک‌تر. و دیگه کوکو شنل هم نقد میکرد که اصلا این زن تو این راحت نیست، تو معلوم نیست میخوای چیکار بکنی. ولی خب پشت پردهشو داشت که من بهتون گفتم، زن میخواست از اون ماهیت مستقل بودن و مرد بودن و خشک بودن و از اون حالت بیاد بیرون دیگه، خلاصه بیاد همون خودش بشه. جنگ که تموم شده، پس چرا بعد اینا همچین واسه خودشون قلدری کنن؟ این اولین طرحیه که دیور برای کالکشنش زده، کمر باریک، و اینم رونمایی از اولین کالکشنش. البته دیور برای اون دوران واقعا یه چیز منحصر به فرد بوده. حالا درسته که بهش کمک شده و کسایی بودن که باعث دیده شدنش شدن، ولی خودش هم همچین بی تاثیر نبوده و خلاقیتایی داشته و قطعا مردم به هر چیزی بها نمیدادن. درسته خیلیا با سبکش حال نمی کردن، ولی خب خیلی هم با سبکش حال می کردن. تو اون دوران مرلین مونرو، آوا گاردنر و حتی آدری هپبورن هم طرفدارت بشه. خب قطعا تو یه فرد خلاقی و جامعه بهت احتیاج داره. خب دوستان، به پایان جلسه اول رسیدیم. امیدوارم که از محتویات این جلسه لذت برده باشید. نیتم از این جلسه بیشتر آشنایی با دهه‌های قدیم، تاریخچه لباس و انشالله توی جلسات آینده بیشتر راجع به استایلا، انواع استایلا، ویژگی‌هاشون، استایل کلاسیک، مونوکروم، کژوال،
تفاوتاشون چجوری از هم تشخیصشون بدین، عجله نکنید، با هم دیگه پیش میرید. تا جلسه آینده مواظب خودتون باشید. خدا نگهدار.